به نام خدا. بچه‌های خوب سلام. دوست دارید قصه لاک پشتی که کارها رو سریعتر از دیگران انجام میداد براتون بگم؟ قصه در مورد یه لاک پشت باهوش به اسم لاکیه. لاکی مثل همه لاک پشتا خیلی آروم حرکت میکرد و سرعت خرگوش ها و چابکی یوزپلنگ ها و میمون ها رو نداشت. اما بچه‌ها، لاکی چیزی داشت که میتونست کارها رو سریعتر از دیگران انجام بده و اونم هوش و زیرکیش بود. آره بچه‌ها، لاکی به جای عجله همیشه اول در مورد کارش خوب فکر میکرد و بهترین روش رو انتخاب میکرد. یه روز حیوانات تصمیم گرفتن تا مسابقه‌ای بدن تا ببینن چه کسی میتونه سریعتر از همه بلوط‌ها رو از بالای تپه به پایین تپه پیش درخت صنوبر بزرگ بیاره. لاکی قبل از مسابقه به محل مسابقه رفت و یه سری کارهای عجیبی میکرد که حیوانات درک نمیکردن. روز مسابقه سنجابا به سرعت از درخت بالا رفتن و 2-3 تا بلوط برداشتن و سریع به پایین حرکت کردن. خرگوش ها بلوط های زیر درخت رو سریع جمع کردن و حرکت کردن. گنجشک و کلاغا هم دونه هایی رو به منقار گرفتن و سریع پرواز کردن و پیش درخت صنوبر برن. اما لاکی خیلی آروم در حال جمع کردن بلوط ها داخل یه برگ بزرگ بود. برگی که روی یه شاخه درخت بسته بود و اون رو به پایین کشیده بود. وقتی برگ درخت پر شد، لاکی طنابی که به درخت بسته بود و با دندوناش جدا کرد و شاخه تمام بلوط ها رو به هوا پرتاب کرد. ولی لاکی حساب همه چیز رو کرده بود و روزهای قبل این روش رو امتحان و اصلاح کرده بود. ناگهان حیوانات دیدن بلوط ها کنار درخت صنوبر روی چند برگ بزرگ که لاکی اونا رو اونجا به هم بسته بود سقوط کردن و آخر مسابقه حیوانات با تعجب دیدن که لاکی سریعتر و بیشتر از همه بلوط جمع کرده بود. یه بار دیگه هم وقتی بارون تندی اومد و رودخونه بالا اومد و حیوانات خیلی ترسیده بودن، خرگوش ها و سمورا و چند حیوان دیگه اون طرف رودخونه گیر افتادن و هر لحظه امکان داشت آب رودخونه اونا رو با خودش ببره. حیوانای جنگل دست پاچه شدن، نمیدونستن چه کار کنن که ناگهان لاکی اومد و گفت دوستای من سعی کنید آروم باشید و با من همکاری کنید تا دوستامون رو نجات بدین. بعد از آقای عقاب خواست تا به اون طرف رودخونه بره و از سمورا بخواد که درختی رو که لاکی به آقای عقاب نشان داده بود با دندوناش قطع کنن و داخل رودخونه بندازن. آقای عقاب به اون طرف رودخونه پرواز کرد و به سمورها نقشه لاکی رو توضیح داد. در همین لحظه لاکی از فیلها و خرسها خواست که اونا هم درختی که این طرف رودخونه بود را همزمان با سمورها به سمت رودخونه هل بدن. وقتی سمورها درخت رو به داخل رودخونه می انداختن، با اشاره لاکی فیلها و خرسها هم درخت دیگه رو به طرف رودخونه هل دادن و 2 تا درخت با شاخه هاشون به هم خوردن و یه پل محکم برای عبور حیوونا درست شد و خرگوش‌ها و سمورا و حیوانای دیگه به سرعت خودشونو نجات دادن. از اون روز به بعد لاکی توی جنگل به لاک پشت دانا معروف شد و همه از اون یاد گرفتن که اگر قبل هر کاری مثل لاکی آروم باشن و خوب فکر کنن میتونن کارها رو خیلی سریعتر و راحتتر از دیگران انجام بدن. خب دوستای خوبم، امیدوارم از این داستانم لذت برده باشین. خوشحال میشم کانال ما رو دنبال کنید و با کامنت های خودتون به من انرژی بدین. تا یه داستان دیگه، خدا نگهدار.